بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد صلی الله علیه و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد، دوستان عزیز، برادران و خواهران گرامی، در چهارمین حلقه از کتاب الابانة الصغرى امام ابن بطة رحمه الله تعالی هستیم. در حدیث نمبر 6 ابن بطة رحمه الله از رسول صلی الله علیه و سلم حدیثی را روایت میکنه که حدیث مشهوری است، در مورد افتراق امت صحبت کردگی هستند. رسول صلی الله علیه و سلم فرمودند: افترقت بنو اسرائیل على 72 فرقه وستفترق امتی على 73 فرقه، فرقه ناجیه و 72 فی النار. فرمودند که بنی اسرائیل در 72 فرقه گروه تقسیم شدند و امت ما به 73 گروه تقسیم میشن. یک فرقه از اونها کس ناجیه می باشه، نجات پیدا میکنن، لیکن و 72 فی النار، 72 فرقه کس در آتش می باشن. رسول الله صلی الله علیه وسلم در این حدیث از افتراق امت خبر دادن که این امت مثل امت های قبلی، مثل بنی اسرائیل کس به این شکل متفرق میشن، فقط یک فرقه از اینا نجات پیدا میکنن، او فرقه ناجیه می باشه. که آجوری رحم الله در کتاب الشریعه بیان میکنه، در اونجا آوردگی است که از رسول صلی الله علیه وسلم پرسیده میشه: من ناجیه یا رسول الله، این طایفه ناجیه چی کسانی هستند؟ فرمودن: ما انا علیه و اصحابی، او راهی که ما و صحابی ما روان باشیم، در راهی که ما روان هستم و صحابی ما روان هستند. و در حدیث دیگه گفته هستند که السواد الاعظم، فقط طایفه نجات پیدا میکنن که اونا سواد الاعظم هستند، یعنی طایفه بزرگ هستند. سواد الاعظم یعنی جماعت صحابه، یعنی جماعت صحابه و کسانی که در منهج صحابه رفتن، کسانی که در راه صحابه رفتن، امنا فقط نجات پیدا میکنن. و در حدیث دیگه رسول صلی الله علیه وسلم فرمودن: واحدة فی الجنه و هی الجماعه، تنها فرقه نجات پیدا میکنه که آنها در بهشت میباشن، اینها جماعت هستن. و جماعت چنانچه در درس دوم بود، در حلقه دوم از کتاب الابانة الصغرى توضیح دادیم. جماعت چی کسانی هستن؟ جماعت صحابه هستن، جماعت اهل علم. اهل علم چی کسانی هستن؟ کسانی که در منهج صحابه، در منهج تابعین رفتن، از اونها پیروی کردن. بغوی در شرح السنه می فرماید: قد اخبر النبی صلی الله علیه وسلم عن افتراق هذه الامه و ظهور الاهواء والبدع فیهم. رسول صلی الله علیه وسلم خبر دادن که این امت که از متفرق میشن، و خبر دادن که گروه های هواپرست که از هوای نفسشان، از عقلشان کار میگیرن و بدعت ها را میارن و اینا آشکار میشن. و حکم بالنجات لمن اتبع سنته و سنت اصحابه رضی الله عنهم اجمعین. و رسول صلی الله علیه وسلم بیان فرمودن تنها طایفه نجات پیدا میکنه که از سنت رسول صلی الله علیه وسلم و سنت یارانشان پیروی کرده باشه. فعلى المرء المسلم اذا راى رجلا يتعاطى شيئا من الاهواء والبدع معتقدا او يتهاون بشيء من السنن ان يهجره ويتبرأ منه ويتركه حيا وميتا. می فرماید بر مرد مسلمان لازم و ضروری است وقتی کسی را ببینه که در چیزی از بدعت و از هوا گرفتار می باشه، اعتقاد به ای داره، یا ببینه که از سنت ترک کردگی است، یا در مورد سنت که در مسائل سنت یعنی بی تفاوت می باشه، در مسائل دینی بی تفاوت می باشه، از این انسان باید مسلمان چیکار بکنه؟ یتبرأ من، از این انسان بیزاری خود اعلان بکنه. و یترکه حیا و میتا، او را ترک بکنه، چی او زنده است چی مرده است. اگر مرده است به پشتش نره و اقوالش نقل نکنه، بر او رحمت نفرسته. اگر زنده است به او سلام نته. اینجا بیان میکنه در ادامه: فلا یسلم علیه اذا لقیه، به او سلام داده نمیشه وقتی که او را ملاقات بکنه، به او سلام نته. ولا یجیبه اذا ابتدأ الی ان یترک بدعته یراجع الحق، و به او سلام هم نمیته، به او سلام نمیته و به او سلام حاضر جواب هم داده نمیشه. تا کی؟ تا زمانی که بدعت خود ترک بکنه و به حق برگرده. والنهي عن الهجران فوق الثلاث فيما يقع بين الرجلين من التقصير في حقوق الصحبة والعشرة دون ما كان ذلك في حق الدين، فإن هجرة أهل الأهواء والبدع دائمة إلى أن يتوبوا. بغوی در ادامه فرماید: و حدیثی که آمدگی است در 3 روز بیشتر که از همدیگر دور نباشیم، از همدیگر ناراحت نباشیم، میگه او در مسائلی است که در مسائل دنیوی میباشه، مسائل رفاقت میباشه که بین همدیگر میباشن، او در اون مسائل است. لیکن در مسائل دین که آمد، میگه در وقتی در مسائل عقیده که آمد، در مسائل دین که آمد، میگه دوری از اهل هوا، دوری از اهل بدعت این پابرجاست، دائمتون الی یتوب، تا زمانی که همون کسی که در بدعت است او از بدعت خود توبه بکنه. در اثر هفتم
رسول صلی الله علیه و سلم فرمودن علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین من بعدی عضوا علیها بالنواجذ. در این حدیث رسول صلی الله علیه و سلم فرمودن که شما بعد از ما به سنت مرا محکم بگیرین و سنت خلفایی که بعد از ما میآیین اونها را محکم بگیرین. عضوا علیها بالنواجذ، سنت مرا و سنت آنها را که با دندانهای نواجذتان، دندانهای آسیاب که دندانهای بزرگ میباشه، با این دندانهایتان محکم بگیرین. رسول صلی الله علیه و سلم یعنی به طور مثال بیان میکنن که یعنی محکمی سنت بگیرین، سنت ترک نکنین، سنت مرا و سنت صحابه مرا. و ابتدای حدیث در احادیث دیگه آمده است که رسول صلی الله علیه و سلم در اونجا بیان کرده است که بعد از ما امت متفرق میشه، شما اختلافات زیادی را میبینید، در اون وقت که شما سنت مرا بگیرین و سنت خلفای راشدین بعد از ما را بگیرین، کسانی که در منهج رسول صلی الله علیه و سلم رفتن. و در اثر هشتم رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند لقد جئتکم بها بیضاء نقیه فلا تختلفوا بعدی. همانا در نزد شما آمدم با یک دینی که روشن و آشکار می باشه، با یک دینی که روشن و آشکار می باشه، فلا تختلفوا بعدی، بعد از ما شما اختلاف نکنین. و در حدیث دیگر رسول صلی الله علیه و سلم فرمودن قد ترکتکم علی الواضحه فلا تذهبوا یمینا ولا شمالا. شما را در راهی ترک کردم که واضح و آشکار است، طرف راست و طرف چپ نرین، در راه مستقیمی که شما را قرار دادم در هم راه برین. حدیثی است که امام مالک در موطأ خود از عمر رضی الله عنه روایت میکنه که او فرمود که از رسول صلی الله علیه و سلم نقل شده است که فرموده است ایها الناس، ای مردم، قد سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة إلا أن تضلوا بالناس يمينا وشمالا. فرمودن که ما سنت ها را بر شما گذاشتم و بر فرایض بر شما فرض کردم و شما را ترک کردم بر یک راهی که واضح و آشکار است، الا ان تضلوا بالناس یمینا و شمالا، مگر اینکه به وسیله مردم که از گمراه شوین، طرف راست و طرف چپ برین. و در حدیث دیگه بیان کرده است که لقد ترکتکم علی مثل البیضاء لیلها و نهارها سواء. شما را در راهی ترک کرده هستم، شب و روزش روشن است، شب و روزش برابر است، روشن است. و در اثر 10 رسول صلی الله علیه و سلم فرمودند ان الله لا يدخل العبد الجنه بالسنه يتمسك بها. الله سبحانه و تعالی بنده را وارد بهشت می‌سازد به وسیله سنتی که او به او سنت که چنگ زدگی است، تمسک جستگی است. این حدیث ضعیف می باشه، لیکن اگر معنایش ببینه معنایش صحیح است، چرا که رسول صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگه می فرمایند که بخاری روایت کرده من اطاعنی دخل الجنه، کسی که از رسول صلی الله علیه و سلم اطاعت بکنه وارد بهشت میشه. و الله سبحانه و تعالی می فرماید قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، بگو ای محمد بندگان بگو که اگر الله را دوست دارین از رسول صلی الله علیه و سلم اطاعت بکنین. و در اثر 11 از رسول صلی الله علیه و سلم نقل است که فرمودند والله لو ان موسی و عیسی حیان لما حل لهما الا ان یتبعان. قسم به الله که اگر موسی و عیسی زنده می بودند بر آنها حلال نبود مگر اینکه از من پیروی میکردند. و در حدیث 12 امام ابن بطه رحمه الله حدیث را آوردگی است که می فرماید و خرج صلی الله علیه و سلم علی اصحابه و هم یتنازعون فی القدر فقال أبهذا أمرتم أو ليس عن هذا نهيتم إنما هلك من كان قبلكم بتماريهم في دينهم. رسول صلی الله علیه و سلم در روزی از روزها از خانه خود بیرون شدند، دیدن که یارانشون در مسئله از مسائل قدر که با هم دیگر منازعه دارن، بحث دارن، با هم دیگر گفتگو دارن. رسول صلی الله علیه و سلم فرمودند أبهذا أمرتم، آیا به همه چیز شما امر شده بودین؟ او لیس عن هذا نهیتم، آیا از این چیز شما را من نهی نکردم؟ انما هلك من كان قبلكم بتماريهم في دينهم، همان امتهای قبلی در نزاع بین خودشان در مسائل دینی خود بین هم نزاع کردن، گفتگو کردن، اینها هلاک شده هستند. و در اثر 13 می فرماید وخرج صلى الله عليه وسلم يوما على أصحابه وهم يقولون ألم يقل الله كذا وكذا يرد بعضهم على بعض فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان فقال إنما أفسد على الأمم هذا فلا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض فإن ذلك يوقع شك في قلوبكم. در یک از روزها رسول صلی الله علیه و سلم بیرون شدن که دیدن که صحابه با هم دیگر گفتگو دارن. یکیش میگه که آیا الله تعالی اینطور نگفت، دیگهش میگه الله تعالی اینطور نگفت، یکیش از این آیه دلیل میگیره، دیگهش از این آیه دلیل میگیره. رسول صلی الله علیه و سلم بیرون شدن بسیار غضبناک، مثل که چهرهشان مثل دانه انار سرخ شده بود. فرمودن انما افسد علی الامم هذا، گفتن همه چیز امتهای پیشین که فاسد کرد، خراب کرد. فلا تضربوا کتاب الله بعضه ببعض، کتاب الله را که از بعضش و بعض دیگه نزنین. آیه قرآن، یکیتون از یک آیه قرآن دلیل بگیرن، دیگه‌تون از دیگه آیه قرآن دلیل بگیرن، به این شکل نکنین شما، زیرا که در قلب‌های شما شک خلق میکنه، شک واقع میکنه.
و در اثر 14 رسول صلی الله علیه و سلم فرمودن. اینجا حدیثی است که حدیث در بعضی از روایات ضعیف گفته شدگی است، لیکن معنایش صحیح است. از صحابه به این شکل نقل هست، از صحابه نقل است. بعض علمای حدیث ضعیف گفتن. رسول صلی الله علیه و سلم در اینجا فرمودن لا تجالسوا اهل القدر، شما با اهل قدر ننشینید، فانهم الذين يخوضون في آیات الله عز وجل، زیرا آنها آیات الله را تکذیب میکنند، در مورد آیات الله گفتگو میکنند، آیات الله را تکذیب میکنند. و مجاهد رحمه الله میفرماید یخوضون فی آیاتنا، در آیه 68 سوره انعام که است میفرماید یکذبون بآیاتنا، یعنی آیات ما را تکذیب میکنند. الله سبحانه و تعالی در اینجا فرمودگی است. و در مسئله قدر که است ما در کتاب سنه امام عبدالله تقریبا 6 درس داشتیم. اونجا خیلی مسائل ما به طور واضح و آشکار شرح دادگی هستیم در مسئله قدر و در اینجا خیلی مختصر بیان میکنیم در مسئله قدر که قدر از علم الله سبحانه و تعالی می باشه. الله سبحانه و تعالی قبل از اینکه آسمان و زمین خلق بکنه 50,000 سال قبل از خلقت آسمان ها و زمین تقدیر مخلوقات نوشته کردگی است. الله سبحانه و تعالی در عرش خود بود و بعد از اولین مخلوقی که آفرید قلم بود. الله سبحانه و تعالی بر قلم دستور داد که بنویس و قلم هم نوشت، تقدیر کل مخلوقات نوشت تا روز قیامت. تا روز قیامت آنچه که صورت میگیره، آنچه که از بندگان صورت میگیره، از خیر و شر، از گناه و ثواب، از خوبی و بدی، از مرگ و زندگی، از رزق، از مشکلات، از سعادت، از نیکبختی، از هر چیزی که انسان ها صورت میگیره. چشم خود که حرکت میتن، دست خود حرکت میتن، قدمی که در روی زمین برمیدارن، غذایی که میخورن، سخنی که میزنن، هر چیزی که در این دنیا صورت میگیره از پیش نوشته شدگی است. قبل از اینکه الله تعالی آسمان و زمین بیافرینه این نوشته بود. این در پیش نوشته شدگی است و انسان ها با اون چیزی که به قدر برشان نوشته شدگی است امور انجام میتن. به همین شکل پیش میرن و الله سبحانه و تعالی جنتی و دوزخی بودن انسان ها را نوشته. در حدیث میگه که رسول صلی الله علیه و سلم فرمودن الله تعالی بهشت آفرید و اهلش هم آفرید. الله تعالی وقتی که آدم علیه السلام آفرید قسمتی از ذریه آدم علیه السلام به دست راست خود گرفت و اونها را داخل بهشت انداخت با نامهایشان که فلانی ولد فلانی ای در بهشت باشه. پس قسمتی را در دست دیگه خود گرفت اینا را داخل آتش انداخت با نامهایشان است که فلانی ولد فلانی. الله سبحانه و تعالی در اونجا گفت فلا ابالی، هیچ پروایش نمیکنم کدامش در بهشت میره کدامش در دوزخ میره. این از قدرت الله سبحانه و تعالی است. چنانچه زید بن اسلم رحمه الله میفرماید که قدر یعنی قدرت الله سبحانه و تعالی. الله تعالی ذات قادر است. الله سبحانه و تعالی ذات قادر است که انسانها را آفرید و جنتی و دوزخی بودنشان هم نوشت، چه کسی جنتی باشه چه کسی دوزخی باشه. و ای از علم الله سبحانه و تعالی است و ای از سر و راز الله سبحانه و تعالی است که هیچ کسی بر راز و سر الله سبحانه و تعالی نمیدانه و ما باید به همین ایمان داشته باشیم. هر مسلمان به ایمان داشته باشه. به همین شکلی که بیان کردیم باید ایمان داشته باشه و بدونه که الله سبحانه و تعالی به اندازه ذره بر او ظلم نمیکنه. اگر الله سبحانه و تعالی کل انسان ها را داخل آتش پرته بازم به آنها ظلم نکرده است. والله به آنها ظلم نکرده. به همین شکل باید ایمان داشته باشیم. از این بیشتر سخن نزنیم، نگیم که چه رقم میشه، عقل خود به داخل نکنیم که اگر عقل خود داخل کردیم کافر میشیم. العیاذ بالله. مثل که قدریه کافر شدن، مثل که عذریه کافر شدن. اهل عذر کسانی که به امت هستن خود به منهج سلفیت نسبت میتن که امامشان ابن تیمیه میباشه. او کس در مسئله بیان میکنه کسانی که میگه حجت به اونها نرسیده باشه، دین به اونها نرسیده باشه، اینها میگه معذور هستن. العیاذ بالله. در حالی که الله سبحانه و تعالی کسی را معذور قرار نداده. هیچ کسی معذور نیست. الله سبحانه و تعالی بهشتی و دوزخی بودن انسان ها را از پیش نوشته کردگی است. از پیش معلوم است که چه کسی بهشتی است چه کسی دوزخی است و اصلا تغییر پیدا نمیکنه. امام بهاری رحمه الله در کتاب شرح السنه میفرماید والکلام والجدل والخصوم فی القدر خاصه منهی عنه عند جمیع الفرق. سخن گفتن و جدل کردن و گفتگو کردن در مسئله قدر این نهی شدگی است در نزد تمام فرقه ها، لان القدر سر الله، زیرا قدر از سر الله سبحانه و تعالی است، از راز الله تعالی است که هیچ کسی با اطلاع نداره. نه جبرائیل، نه میکائیل، نه محمد صلی الله علیه وسلم. هیچ کسی به سر الله تعالی آگاهی نداره. و نه رب عز وجل الانبیاء عن الكلام فی القدر. الله سبحانه و تعالی انبیا را نهی کرده است که در مسئله قدر سخن نگویند. و نه النبی صلی الله علیه وسلم عن الخصومه فی القدر. و رسول صلی الله علیه وسلم از گفتگو در مسئله قدر نهی کرده هستند. و کره العلماء و اهل الورع، و علما و اهل تقوا را بد دیدن سخن گفتن در مسئله قدر. و نهوا عن الجدال فی القدر، نهی کردن که جدال در مسئله قدر صورت بگیره. فعلیک بالتسلیم والاقرار والایمان.
بر تو لازم است که تسلیم باشی و ایره اقرار بکنی، قبول بکنی و به ایمان داشته باشی و اعتقاد ما قاله النبی صلی الله علیه و سلم فی جمله الاشیاء و عقیده داشته باشی در تمام آن چیزی که رسول صلی الله علیه و سلم گفتگی هستند. و اسکت عما سوى ذلك، و اون چیزی که نمیدانی و اون چیزی که در کتاب و سنت گفته نشده است ساکت شد، دهنت ببند. امام عون ابن عبدالله می فرماید لا تجالسوا اهل القدر ولا تخاصموهم فانهم يضربون القرآن بعضه ببعض. شما با اهل قدر ننشینید، با آنها سخن نگویید. فانهم يضربون القرآن بعضه ببعض، زیرا آنها قرآن که از بعضش به بعض دیگر میزنند. و از ابی جعفر روایت است در تفسیر طبری می فرماید لا تجالسوا اهل القدر فانهم الذين يخوضون في آیات الله. شما با اهل قدر ننشینید به خاطر که آنها در مورد آیات الله تعالی گفتگو میکنند. گفتم آیه قرآن میگیرن، از آیه قرآن به آیه قرآن میزنن، یکیش این دلیل میگیره یکیش این دلیل میگیره. با آنها نشست نکنید. و در جامع ابن عبدالحکم از اشهب روایت است که میگه از مالک رحمه الله، امام مالک پرسیدم در نشستن با قدریه و سخن گفتن با آنها، گفت لا تجالسوهم، با آنها ننشینید، ولا تکلموهم، با آنها سخن نزنید، الا ان تجلس الیهم تغلظ علیهم، اگر در جای با آنها اگر نشست پیدا کردید اتفاقی برابر شدین با آنها خشم بگیرید که سخن گفتن نتونن با شما. فقیل ان لنا جیرانا اجالسهم ولا اکلمهم ولا اخاصمهم. یکی گفت که ما یک همسایه داریم، آیا ما بنشینیم و سخن نزنیم، با او گفتگو نکنیم؟ آیا اجازه هست که با او بنشینیم و در این مسائل سخن نگوییم؟ امام مالک رحمه الله گفت لا تجالسهم، گفت با اونها ننشین، عادهم فی الله، به خاطر الله با اونها دشمنی بکن. فان الله یقول، زیرا الله سبحانه و تعالی میفرماید لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله ورسوله فلا تودوهم ولا تزوروهم. الله سبحانه و تعالی از مؤمنین بیان میکنه که در با الله روز آخرت ایمان آوردگی هستند و دشمن میگیرن کسانی که با الله و رسول کس دشمن شدگی هستند، آنها را دشمن خود میگیرن، با آنها دوستی نمیکنن. امام مالک رحمه الله گفت فلا تودوهم، با آنها دوستی نکنین، ولا تزوروهم، آنها را زیارت نکنین، به دیدنشان نرین. و این شکل اقوال دیگه از ائمه اهل سنت نقل است، نه تنها قدریه بلکه تمام طوایف اهل بدعت از امام محمد ابن سیرین و از دیگه ائمه اهل سنت نقل است که آنها حتی حاضر نبودن یک آیه قرآن از اهل بدعت بشنوند، حاضر نبودن یک حدیثی را، سبحان الله، در شنیدن حدیث و آیه قرآن چی است امیر نمیخواستن بشنون. از ابن سیرین رحمه الله میگن چرا نمیخوای که از اینا یک آیه قرآن بشنویم؟ میفرمایه که ما میترسم که اینا آیه قرآن بخوانن بعد تفسیر بکنن بر هوای نفسشان و مرا خراب بسازن، عقیده مرا خراب بسازن، یا نفاق را در قلب من کشت بکنن. وقتی که اونها با این قدر ورع و تقوایشان که تابعین بودن و ائمه اهل سنت بودن، از نشستن با اهل بدعت دوری میگرفتن، از سخن گفتن با اهل بدعت دوری میگرفتن، نمیخواستن آیه قرآن از اونها بشنون. حالا ما و شما چه قسم باشه؟ آیا ما و شما بر نفس خود اطمینان داریم، از اونها بیشتر اطمینان داریم؟ اعوذ بالله. و همین قدر بسنده میکنیم. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.